بچه ها سلام، خوش اومدید به چنل رضا اسپورت. اومدیم با یه ویدیو دیگه. امروز سوالات جواب قرار از من بپرسن، یعنی سوالی که شما قراره یعنی تو ذهنتون که از من بپرسید در مورد کشتیم، در مورد زندگی اینا. آقا برو بریم بدون معطلی. آقا رضا کی کشتی شروع کردی؟ من از سال من آقا نکن من کنار فی کشورش بده میخنده. من کشتی موقعی که 11 سالم 11 سالم بود شروع کردم. سال 98 شروع کردم. بعد توی گرگاه هم مثلا شده یه سال شاید نتونستم بیام و اینا. الان نزدیک 5 سال کشتی میگیرم، ولی 3 سال خوردی، ولی 3 سال شده. الان 3 سال شده. چند ساله میکشتی؟ 5 سال تو میگه سال 98 الان 404 آقا رضا میشه 6 سال. 6 سال. الان نه بعد این سالو تموم بشه 6 سال. 5 سال دوم. آقا رضا چقدر با متین رفیقی؟ چقدر با متین رفیقی؟ در حال حاضر یکی از بهترین رفیقام. حالا اگه مخاطبم بعدشون نیاد حالا میدونم کیا میدونن، ولی به نوکردم تو مست متین نوکردم باید شکمتم. نظر در مورد کشتی چیه؟ چپات نگاه که منو میبینی. بگم برام مهم نیست مخاطبم بعدشون بیاد، یعنی اون کسایی که میبینن بعدشون بیاد. ولی یکی از بهترین رفیقام متین نوکردم تا الان واقعا مرکم نوکردم. باید تو شکم داره میخنده بچه ها. باید تو شکمتم. شاکریم. چروکم چروک تو روم مسانتم. خب آقا رضا نظر در مورد کشتی چیه؟ کشتی ورزش سختیه ولی برای سلامتی نیست. یعنی اگه کسی هدف قهرمانی اینا داشته باشه واقعا میتونه بهش برسه. در مورد کشتی آزاد نظرت چیه کاکو؟ کشتی آزاد هم مرد کشتی آزاد و مازندرانه، فرنگی هم خوزستانه. ای به نازم ایرازی گویی شیراز مرد فرنگیه. بله شیراز فرنگی به نظرت کجا خوبه؟ خوزستان قم و شیراز. قم هم خوبه ها؟ تهران هم هست. نظر در مورد کلباس چیه؟ عباس توکلی؟ بله این حالا نمیخواد سانسور کنه، کسچه زیاده میگه. سوال بعد نظر در مورد آقا همایون چیه؟ همایون هم بیشتر برای بدنساز اینا، ولی کشتیش هم خوبه اگه به چسبه خوبه. ایشالا موفق باشه، کنکورم داره. ایشالا موفق باشه. نظر در مورد همبر شبچرا چی بود؟ همبر شبچرا هم که امشو رفتیم خوب بود، ولی آقمتین آقاورتیم بعدشون اومد خوب بود. نظرت من خواهر شده بودم ولی خوب. نظر در مورد استخر چی بود؟ استخرم خوب بود ولی نرین وکیلی خوب بود ولی نرین. موقعی که میرفتی دارم خیلی سرما میخورد و پوزه. موقعی که میرفتی استخر میگم پشیمون میشدی از زندگی. سونو هم خوب ولی سونه بخار کشتارگاه بود. سونه خوشگو خوب بود. سوال بعد چی از تو بپرسم کرد؟ چرا رضا به نظرت کدوم کشتیگیر از همه کشتیگیرها بهتره؟ تو فرنگی آزاد ایرانی خارجی. نگاه فرنگی اول فرنگی خارجی و ایران فرق میکنه. ایران به نظرم سعید اسماعیلی. خب خارجی منان فاتح ساروی. اگه میخوام 2 تا بگم بگو. منتاساکیان کشتیگیر بلغاریه. از آزادم محمد رمضانوف و از آزاد دارم میگم با کیم؟ نگو مخواه بگی حسن یزدانی. تیلور؟ نه حالا ایران آزاد ایران کامران قاسمپور حسن یزدانی. سوال بعد آقا رضا به نظرت نه یعنی تا حالا پیش اومده که تو کشتی آسیبی ببینی و فکر کنی نیای کشتی دیگه؟ آسیب که خیلی بوده. از بدترین آسیباش
یه بار آسیب گردن بوده، پشت گردنم موره گردنم جابجا شده بود. نزدیک 7 ماه از کشتی دور بودم، یعنی تو خونه بودم همش. بعدترین آسیب دومی که دیدم، یعنی به نظر خودم 2 تا کتفام بوده، تاندونش کشومم بود. اون هم با فیزیوتراپی اینا حل شد خدا رو شکر. حالا فعلا چیزی که درگیرش هستیم پامونه، انگشت پامون و پاشنه پامون. حالا هم خندشون بود. حالا یه قبل عید حالا بچه کشتیگیر کنان میدونم جام شده اومدم تو شک تو مروفم این طور شد. سوال بعد نظر در مورد کشتی بچه باشگاه چیه؟ بچه باشگاه دیگه نگاه هر کی بعد از خودش راضی باشه. من بگم چه بد بوده چه خوب بودید، همتون میگی مثلا رضا یا هر کی برای خودش با کشتی میگیره. چون که از سالن میری بیرون خودت راضی باشی. آفرین. به نصیحت آمده را گوش کنید. اگه لایک این ویدیو به 3000 تا رسید رمز اینستیم از متین گوشه میذارم زیر. اگر 10 تا لایک میگیره نه 3000 تا. اگه 1000 تا لایک میگیره برج میلاد. اگه 1000 تا لایک میگیره میریم تهرون، متین رو میدن زیر پایین. 1000 تا لایک اگه بیای اگه بواد بذاره. بچه اگر بیایم برسیم به 300 نفر چیکار میکنی آقا رضا؟ ما هدفمون فعلا 500 تاییه. 500 تایی. یه کیکی میاریم حالا بین خودمون میخوایم ازتون تشکر میکنیم که واقعا توی دمایی که من دارم فعالیت میکنم تشکر کنیم. ولی مهم برات میارم. بعد هدف هست انگشت جلوی بریم. نه نیست برو. هدف هست این 1000 تایی. اگه 1000 تایی بشیم تو کامنت ها قرعه کشی میکنیم دیگه به 5 نفر 100,000 تومان یا 500,000 تومان میده. سوال بعد به نظر تو فرنگی و آزاد چه فنای خوبه؟ اول فرنگی. همه فنا خوبه ولی فنایی که خودم دوست دارم خودت دوست دارم سر پو، پولنداز، خاک، سالت کره. سالت کره. حالا آزاد یه غم دو پا آزاد فیتی به پیچ تو سر پا هم درخکن. آقا رضا چه مکملی پیشنهاد میکنی برای بچه ها؟ مکملی که خودم میخورم مثلا بیو، کراتین و بتالرین و آمینو برای بچه ها. ولی به شما پیشنهاد میکنم اگه زیر 15 سال هستید گلوتامین، اگه بالای 15 سال هستید وی، دیگه اگه رسیدید 17 اینا این کراتین شروع کنید. بعد بتالرین مکملی برای یه چی خوبه. مکمل معمول میگم چی معلوم از اسمش تکمیل کننده غذا. یعنی اگه مثلا شما یه اسکوپ وی نداشتید میتونید با سینه مرغ یا تخم مرغ جبرانش کنید. بعد وی خوبه، وی برای عضله سازی من نخنو پشت برای عضله سازی خوبه. بتالانین برای بالا بردن استقامت، سیترین همینطور، آمینو همینطور برای کاهش خستگی، تولید استقامت، کراتین برای افزایش قدرت، افزایش عضله. سوال بعدی آقا رضا به نظرت با بچه‌ها برای تمرین چی بخورن؟ برای بعد تمرین معمولا بعد بدنشون پروتئین برسونن که معمولا تخم مرغ، سیب زمینی یا سینه مرغ اینا. بعدش هم خواب خیلی مهم برای کشتیگیری. ساعت 10 دیگه فوقش دمونه مینا دیگه بعد بره خواب. به نظرت 8 ساعت 9 ساعت خواب کافی داشته باشه. 9 ساعت. بفهم. چه غذایی مکمل تامین میکنه؟ چه غذای سینه مرغ، تخم مرغ، گوشت در هر 100 گرم میشه عالی. مثلا شما اگه میخواید کراتین مصرف کنید از گوشت 1 کیلو بعد مصرف کنید تا 5 گرم کراتین جبران میشه. ولی مثلا مکملش بهتر، ولی اگه طبیعیش باشه چه بهتر، چون طبیعی بهتر وارد بدن میشه و برای بدن خیلی مناسب‌تر و مفیدتر. آقا رضا بله خیلی ها فکر میکنن که مکمل میخورن دیگه مثلا تغذیه‌شون مهم نیست. نه نظرت چیه؟ مکمل یه بخش کوچیکیه، او اصل غذاوه. مکمل در اصل برای این که حالا بره کراتین و مکمله دیگه که تاثیر خودشو داره، حالا من نگیرم خب تاثیر خودشو داره
وی کارایش یه که فقط بعد باشگاه تا برسه خونه اول تا تمرین شد وی رو بخوری. آقا رضا به نظر شما کدوم عضله رو بدن خوشگل‌تر و عضله مورد علاقه چیه؟ اوایل که دوست داشتم سیکس پک بود، الان 4 سر پا. 4 سر پا یعنی زیر بغل و پشکول و نه اینا خوبه. مد نظر توه. مورد علاقه هم 4 سر. آقا متی شما چی میگی؟ یه بیشی رفیقم بچسبون. سینه اعتماد به نفسته، شکم نظمته، پشکول قدرتته، بازو باعث افتخارته، پا استقامتته. بده برای دلبرت بانک شهر همش مهمه. تخصصی ما آقا التماس بانک شهر کردیم اون رفتیم تیم ملی گرفتیم. خب آقا میره آقا آقا مربی مهم دادی. بفهم آقا رضا. بفهم داشتیم میگفت تا این ویدیو چقدر شد آقا؟ 13 ثانیه 13 ثانیه 13 دقیقه. به نظرم این ویدیو خوب نشد یا خوب شد. حالا یه میذارم این پارت یکه نمیخواد لایک و چیزی هم بذاری تا اگر 10 تا دونه لایک خودم میرم حال تر میکنم میام میذارم جوری آرتین یکی از من میپرسه ای تو بهتر پارت 2. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید کامنت بذارید. اگر به 300 تا لایک بخوره 300 تا نه وایسا منم 6 اونجا صبح تمرین دارم. دیگه اومدم، یعنی اگه خواستم بیام 6 اونجا میگی پوینت کو درنگ بود دعواز قرآن وایس یه لحظه پوینم تمومه مانی چاپ مانی چاپ بگیر ادامه است. اما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. حالا توی ویدیو دیگه هم گفتم اگه حالا او کات میکنم درست پس زمینش هم درست میکنم. متین ویدیو قبلی گرفتم او درستش میکنم ولی یه طوری براتون میذارم. تو ویدیو چی گفتم اگه لایک های این ویدیو به 10 تا دونه رسید کامنت زندگی نامه گلشن زیرو رو میکنم. شما گلشن بقا وایس این بره ایران رسلینگ ها. اگه لایک این ویدیو به 3000 تا رسید میریم تهرون و تیر از گلشن پس میکنیم. این راست گفتم حالا اگه رسید بشکار کنیم دیگه به نامن نمیشدی خیلی دوست دارم. نه یه نصیحتی کو بده بره شیش خداحافظ. یه نصیحتی هم تو کو میشه ورزش کنید چون شاد مارک هم در نیارید مانی تاک خب آقا تو زندگی همیشه عقب داشته باشید. ناموزه ریدم تو خودم. من نمیدونم جایی باید ببرد. عباس آمید